پرچم ایران از 3 نوار افقی هماندازه تشکیل شده است. سبز در بالا، سفید در وسط و قرمز در پایین. در وسط نوار سفید، نماد رسمی ایران، الله، قرار دارد که ترکیبی از حروف اسلامی و نماد وحدت و خداپرستی است. در حاشیه‌های بالای نوار سبز و پایین نوار قرمز، عبارت الله اکبر 11 بار به صورت خط زیبا نوشته شده که یادآور انقلاب اسلامی و تأکید بر ایمان و اتحاد ملت ایران است. رنگ‌ها نیز معانی ویژه‌ای دارند. سبز نماد رشد، امید و اسلام است، سفید نشان دهنده صلح و آرامش و قرمز بیانگر شجاعت و فداکاری مردم ایران. این طراحی ساده و در عین حال نمادین، نه تنها نمایانگر کشور است، بلکه تاریخ، ارزش‌ها و هویت ملی ایران را نیز بازتاب می‌دهد. وقتی پرچم به اهتزاز در می‌آید، یادآور وحدت، ایمان و تلاش ملت ایران برای حفظ هویت و آزادی خود است.